بازم آتیش بازم دود، خیابونای مسدود، بازم یه شهر دیگه ویرون شد و نابود. همیشه با بچه هاست ترس از صدای آژیر، وحشت توی ذهنشون مونده مثل یه تصویر. اونا که راه میندازن ماشین جنگ و هر روز فکر جیباشونن که پرتر بشه از دیروز. دلالای اسلحه مرگ و حراج گذاشتن تو خاک هر مزرعه، یه عالمه میکاشتن. کی میشه که نشنوی صدای خمپاره رو، دوباره به هم بدیم دستای آواره رو. کی میشه که نشنوی صدای خمپاره رو، دوباره به هم بدیم دستای آواره رو. کمپانیای نفتی فقط فکر دلارن، به کشتن آدما اعتنایی ندارن. سربازای گرسنه بیخبر از همه جا میرن جلو گلوله بی که بدونن چرا. فرمانده های اصلی موندن تو خونه هاشون، یا توی تعطیلاتن همراه بچه هاشون.